الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. یک جایه با شما دعا میکنیم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزئ ولا فاضح. پروردگارا، از ما باز یک جمعه دیگر سپری شد گذشت. خدایا آن سهو و آن خطایی ها و آن لغزش هایی که در دوام یک هفته از ما بندگان گناهگار سر زد، به حرمت این روز جمعه خدایا همگیش را مغفرت بگردانی و خدایا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را در حفظ امان خودت نگه بداری و خدایا این حیاتی که برای ما خیلی یک مدت کوتاهی هست، خدایا این حیات ما را حیات حلال بگردانی و خدایا حلالانه زندگی کردن، حلال خوردن و از دنیا با نور ایمان سفر کردن بر همه این جمعیت ما لایق بگردانی. خدایا گذشتگانی که از ما گذشتند و امروز از ما امید دعا و فاتحه دارند، خدایا روحانیتشون شاد و قبرهاشون خدایا پر نور بگردانی و فرزند طلب هایی که باشد خدایا فرزندهای سالم و صالح نصیب و روزیشان بگردانی. بیماری ها باشد خدایا شفای کامل، شفای عاجل نصیب و روزیشان بسازید. فرزندهایی که از این کولاب ما بیرون از خاندان هستند خدایا سفرهای بابرار و بی خطر نصیبشان بگردانی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. جمعه پیشین در باب دنیا و مظلمت دنیا صحبت ها داشتیم و البته در این فصل اگر این جمعه هم که با شما صحبت کنیم، البته سخنهای زیادی از آیات ها و احادیث های پیغمبر خدا وارد شدگی است، لیکن مادامی که ما موعظه امروزه را که به خواهش بسیاری از مادرها و پدرها که در باب احترام پدر و مادر بود، امروز انشاءالله به سمع شما میرسانیم. هارون الرشید رضی الله عنه که یکی از امیران دوره عباسیان است، و در تاریخ میگذرد که حضرت چنان پادشاهی داشتند که نیم جزیره عرب همگی در زیر تحتش بود، آسیای میانه کلن در زیر نظارتش بود، این جانب افریقا در زیر تصرفش بود، خیتای در زیر تصرفش بود، اسپانیا، فرانسه در زیر تصرفش بود و یک قسمت دولت‌های اروپا هم در زیر دست همین هارون الرشید بود. یعنی خیلی یک ملک زیادی داشت. وقتی همین حضرت حتی میگد در اولهای در تخت بودنش به سوی ابر نگاه میکرد و میگفت ای ابر، اگر بارش خودت را در همین
مکانی که من هستم میریزی یا در دیگر مکان میریزی، یعنی هر پارچه و هر گوشه ایده که اگر باران خودت را میریزانی فراموش نکن که حاصلی تو نزد من می آید. یعنی حضرت مقصد از این سخنشان این بود که اکثر از 2 حصه دنیا در دست من است. در کجایی که بارش خودت میریزی حاصل باران تو نزد من می آید. اینقدر ملکهای زیاد در زیر همین تصرف هارون الرشید بود. وقتی همین حضرت بیمار می شود، بیماری مرگ، بیماری هست که دیگر نه دولت اسرائیل و نه یگان پروفسورها و هیچ کس دیگر بر این درمان شده نمیتواند. وقتی بیمار شد به خادمان خود که در اطرافش رشید و حسین و دیگر خدمتگارهایی که داشت میگه جمع شدند و حضرت هارون الرشید گفت از شما خواهش دارم، گفت در همین حال حیاتم گفت قبر مرا بکنید. حضرت میگد قبر کنده شد، خبر دادن هارون الرشید، قبر تیار شد. گفت مادامی که من بیمار هستم و قدم زدن نمیتونم مرا نزد قبر حاضر کنید. خدمتگارها میگه برداشتن حضرت هارون الرشید نزد میگه شفیر قبر، نزد همان لب قبر آورده گذاشتن. حضرت میگه با یک چشمهایی که از دنیا کنده شده و با یک چشمهای ناامید خود، مایوسانه خود میگه به سوی همان لحد نگاه کرد و میگه آبهای چشمش ریخت. پادشاه بود و میگه به سوی خدایی که یک کو یگانه هست دست خودش میگه برداشت همین هارون الرشید و گفت یا من لا یزال ملکه ارحم الی من ذال ملکه. ای پروردگار، گفت ای خدایی که پادشاهی تو را کسی گرفته نمیتواند، ای خدایی که گفت دولتی تو شکسته نمی شود و مال تو از دست تو بیرون نمی شود، ای ذات گفت رحم کن بر شخصی که پادشاهی او از دست او می رود، رحم کن بر شخصی که مال او شکسته می شود. حضرت اشاره به سوی خودش کردن. البته دنیا، مرگ قامت پادشاه ها را هم میشکند، قامت فقیرها را هم میشکند، قامت منصبدار را هم میشکند، قامت پولدار را هم میشکند. اگر ما و شما تصور کنیم در همین دنیایی که ما و شما زندگی داریم، وقتی شما از مادر یا ما از مادر می آییم، باور کنید اگر وجب کنن بدن ما و شما را، همگی 3 وجب بدن ما و شماست. و وقتی که تصور کنید که ما به وایه می رسیم، به یک سین بلاغت می رسیم و مرگ بالای ما می آید، جان ما و شما را خداوند می گیرد. اگر بدن ما و شما را وجب اندازن، بدن ما و شما 10 وجب می شود. یعنی در حالتی که تولد می شویم 3 وجب زمین صاحب می شیم، وقتی به وایه می رسیم 10 وجب زمین از خود می کنیم، یعنی 2 متر زمین. یعنی در همین بین اگر جدا کنیم برای 7 وجب زمین در این دنیا چگونه عمر خودمان ما سپری می کنیم خود تصور کنیم. برای 7 وجب زمین امروز بندگان خدا اطاعت خدا را نمی کنند. امروز بندگان خدا فریفته همین دنیایی که ما وصف او را برای شما کردیم فریفته همین می شود. امیرها در نزد قبر بیچاره هستند، امیرها در نزد قبر گریه می کنند و از خدای خود چکار می کنند؟ برای رحم جان خودشان دعا می کنند. جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک و دنیا و پوشت،
که بسیار همچو تو پرورد و کشت. چو قصد رفتن کند جان خاک، چو قصد رفتن کند جان پاک، چی بر روی تخت مردن چی بر روی خاک. دنیا البته حاصلش همین است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خداوند در سوره منافقون بر ما و شما خبر می‌دهد ای کسانی که دعوای ایمان دارید، ای کسانی که شما مرد مسلمان و یا زن مؤمنه هستید، شما را مال شما، فرزندهای شما از یاد خدا غافل نسازد و هر کسی را که دنیای او، مال او، فرزند او مانع عبادت او شد فاولئک هم الخاسرون. خداوند خبر اینه به ما و شما داد، آنها از جمله کسانی هستند که زیان در جان خود کردند. اینا از طایفه کسانی هستند که جبر دیده و زیان خدا را میکشیدگی در روز قیامت هستند. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی. صوفی علیار میگوید این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت. اینا بی وفا بوده ینکو. وقتی تو را در قبر میگذارند کدام فرزند تو در پهلوی توست؟ وقتی تو را در قبر میگذارند کدام دلاری تو یا سامانی تو یا ماشینی تو یا قلعه و قبله تو در پهلوی توست؟ هیچ کدام اینا در پهلوی شما نیست. اون داخل قبر مکانی هست که فقط عمل صالح شما، فقط عبادت های نیک شما در نزد خدا پسند می آید و شما از عذاب قبر چکار میکنین؟ نجات می یابین. من احب الدنیا اضر بآخره و من احب آخره اضر دنیاه فآثر ما یبقی علی ما یفنی. پیغمبر خدا میگوید کسی اگر دنیا را دوست داشت آخرتش زلال میبیند. کسی که اگر آخرت دوست داشت دنیاش زلال میبیند. رسول الله چی گفتن؟ فآثر ما یبقی علی ما یفنی. خود اختیار کنین کدام دنیا برای شما بهتر است. آن دنیایی که پاینده است اون بهتر است و این دنیایی که فنا شونده است این برای شما بهتر است. کدامش برای شما بهتر است؟ همونش برای خود چیکار کنین؟ انتخاب کنین. خوش به حال اون برادرانی که از این مکر دنیا و از این زینت دنیا در فریفته نمی شوند، بلکه اساسی بنده خدا می شوند و در همین دنیا چیکار میکنن؟ خدای خودشانه عبادت میکنن. هیچگاه فریفته این دنیا و مال این دنیا نمی شوند. موعظه ای که امروز چگونه ای که با شما خبر دادیم درباره احترام پدر و مادر است و انشاءالله خیلی با دقت باشید، زیرا امروز خیلی صحبتی در این باب برای همه ما و شما لازمی هست و مقصد این برادرهایی که از ما التماس کردند که اکثرا در مجلس های ما و شما امروز جوانهای زیاد جمع می شوند که الحمدلله همه صاحب پدر و مادر است و می خواهم که بعد شنیدن این صحبت هایی که الحال به گوش شما می رسد یک تفکری کنید و باز همین دنیا و باز همین زیورات و همین زیباگی دنیا شما را فریفته نکند و از احترام پدر و مادر خود دور نباشین، که زیرا که کسی که پدر و مادر خود احترام نمی کند انشاءالله جزای او چه هست الحال گوش می اندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظیم. الحمدلله. آیت هایی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه اسراء هست که همه این آیت ها ما و شما را وادار می سازد که خدمت پدر و مادر خود انجام بدهیم. خداوند سپارش می دهد و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. صاحب تفسیر ابن کثیر می گوید خداوند در اینجا و قضا گفت، یعنی به شما می گوید قضا در اینجا به معنای امر آمده است. خداوند بر شما امر می کند ای بندگان خدا. چه امر می کند؟ الا تعبدوا الا ایاه. هر وقتایی که بندگی میکنید به جز ذات پر اقتدار من در هیچ چیز دیگر شما عبادت نکنید. پرستش فقط و فقط لایق من است، دیگر هیچ چیز لایق پرستش نیست. بندگان من وقتی اگر شما محتاج به یگان کار میشین و یا کار شما در پیش کسی میغلطد، از من شما یادآوری کنید، از من یاردم طلب کنید. شما پیش فالبین نرین، شما پیش مزار نرین، از اونها مدد طلب نکنین. اونها خود عاجز هستند، اونها خود بنده من هستند. شما فقط و فقط الا ایاه، مگر به سوی من رجوع کنید کار شما حاصل می شود. شما نزد هیچ ایشان و داملا برای تمار کشایش کار نرین، بگر که خدا را عبادت کنین تمار شما نهمون است. اگر شما حلقه ها و گردن های شما، بنده های دست شما، حتی از پیغمبر شما اگر تمار بگیرین لیکن عبادت خدا را نکنین، تمار برای شما فایده نمیده. امروز اکثر بندگان خدا را میبینی نماز نمیخوانند، عبادت خدا را نمیکنند، محمد را نمیشناسند، نزد یک داملا میآیند تمار طلب میکنند. تمار برای چی؟ برای کشایش کار. کشایش کار خدا خودش میده. کشایش کار داملا داده نمیتواند، تمار حل کرده نمیتواند. خدا میگوید به جز من دیگر هیچ چیز را بندگی نکنید، از هیچ چیز شما طلب مدد نکنید. این نعلهای اسبی که شما در دروازه ها زدین، این خارهایی که در پشت دروازه های خود زدین، شما به سبب اینها در نزد خدا عاصی شدین، گناهگار شدین، شما در شرک دست زدین، شما در نزد من مستجیب عذاب شدین. الا ایاه و بالوالدین احسانا. خدا در دوام این به ما چی سپارش داد؟ به ما و شما سپارش داد بعد آنی که مرا شناختید و یگانگی من در اعتقاد کردید و بر قدرت من شما قائل شدید، و پدر و مادر خود نیکویی کنید. و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. پدر یا مادر یا یکی از این دو، خدا گفت کلاهما، یکی از این دو اگر به سین سالی پیران سالی که رسیدن
شما خدمت از اینها کنده نکنید. در اون حالت به اینها چیکار کنید؟ خدمت کنید. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. خدا در دوام چی سپارش میدهد؟ اینا سپارش خداوندی است. اولا با پدر و مادر احترام کنید، پدر و مادر حرمتش بجا بیارین. یک سپارش دویم همین است که وقتی از اینها که به پیری رسید، به سین سال رسیدن که احتیاج به سوی فرزند پیدا کردن، دویم سپارش من این است که احترام پدر موی سفید و مادر کم پیری خدا در آوان پیریشان بجا بیارید. دویم سپارش من است. خدا به ما و شما سپارش داده ایستاده است. ولا تقل لهما اف. ای بنده من، هر وقتایی که اگر تو دلتنگ شوی، هر وقتایی که اگر کار برای تو پدر و مادر سپارش داد، یا ای بنده من وقتی که اگر درد در وجود تو پیدا شد، تو در نزد پدر و مادر کلمه اف را استفاده نکن. ولا تقل لهما اف. تو نمیدانی او پدر و مادر، تو میوه دل پدر و مادر هستی. وقتی تو اف میگوی، تو دل مادر و پدر آزرده میشوند، دل پدر و مادر غمگین میشود. اگر تو فرزند سالم باشی، صالح باشی، در نزد پدر و مادر کلمه اف را استفاده نکن. ولا تنهرهما. در دوام آیت خدا با سپارش داد. سپارش چهارم من بر شما این است: وقتی پدر و مادر با شما صحبت میکند، شما به سوی پدر و مادر کینه آمیز سخن نگویید. با پدر و مادر با سخن درشت صحبت نکنید و به سوی پدر و مادر داد نزنید، فریاد نزنید و بر او خبر ندهید که پدر تو نمیدانی یا مادر کار خودت را بکن. ولا تنهرهما. این سپارش من است. واغفظ لهما جناح الذل من الرحمه. خدا میگوید وقتی پدر و مادر وارد خانه تو شد، ای فرزند، واغفظ لهما جناح الذل، بال تواضع، بال رحمت را به مهربانی با پدر و مادر انجام بده. پدر و مادر که نزد تو داخل شد، تو فرزند او که باشی، سپارش من بر تو این است که نزد پدر و مادر راست شو و السلام علیکم و رحمت الله گفته مرحمت پدر را در بالای بالین ملایم چکار کن؟ شینان. این سپارش خداست. واخفض لهما جناح من الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من سپارش دیگری من بر شما این است. خدا میگوید چه هست سپارش دیگر؟ سپارش این است که وقتی که ای فرزند انسان نماز میخوانی، دعا میکنی، پدر و مادر را در دعا کردن فراموش نکن. وقتی اگر پیرانسال باشد بگو خدایا پدری مرا مادری مرا از دنیا به نور ایمان ببر. اگر بیمار باشند بگو پروردگارا درد این پدر و مادری مرا سبک بگردان و خدایا درد این به سر من بیار. پدر و مادری مرا دردمند نساز. خدایا پدر و مادری مرا مغفرت کن. خدایا تنی صحتشان نصیب بگردان. خدا سپارش میدهد و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. لکن در دوام خدا چی گفت؟ گفت ای فرزند، گفت تو به این نناز و به این فخر نکن که من دعاگوی پدر و مادر هستم. به این نناز، زیرا کما ربیانی صغیرا، زیرا تو خوردی اختیاد کن که این پدر و مادر در حق تو دعا کرده بودن، تو عوض همون داده ایستاده ای. این معنای او را ندارد که من فخر کنم که امروز من دعاگوی پدر و مادر شدم. خدا میگه زیرا که اینها تربیت کننده تو بودند، در زمانی که تو قدرت نداشتی که یک پشه را از روی خود دور کنی، این پدر و مادر بود که پشه ها را از روی تو دور میکرد، آسیب و ضرر را از روی تو دور میکرد. اینا چه هستند؟ اینا سپارش خداوند بر همه ما و شما هستند. خوش به حال همون فرزندی که این سپارش های خداوندی را انجام میدهد
و به گفته این قرآن عمل میکند، خوش به حالش، خوش به حالش که اگر همین دنیایی که ما به شما گفته بودیم فریفتش نمیکند و کاری میکند که خودش محبوبی خدا و محبوب در بین مردم میگرداند. یک مردی آمد میگد، یک حدیث یادم آمد، جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله دلنی على عمل اذا عملته. پیغمبری خدا، یک مردی آمد، مرا بر یک عمل دلالت بکن، بر یک کار بر گردن من وظیفه بگذار، تا که اگر همون عمل را من انجام دهم احبنی الله و احبنی الناس، تا که خدا مرا دوست بدارد، مردم مرا دوست بدارد. رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند ازهد فی الدنیا یحبک الله و اذهد فی ما عند الناس یحبک الناس. فرزند من گفتند اگر تو بخواهی عملی را انجام دهی که به سبب انجام او خدا تو را دوست بدارد، مردم تو را دوست بدارد، این است که دنیا را بد ببین، خدا تو را دوست می‌دارد. و آن چیزی که در دست مردم است هوس اون و حسد بر مال مردم نبر، مردم تو را دوست می‌دارد. این سپارش عملی بود که پیغمبر خدا بر همان جوان چیکار کرد؟ سپارش داد. امروز البته سپارش پیغمبر خدا را ما و شما باید که عملی کنیم. بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمره والجهاد فی سبیل الله. پیغمبر خدا را حدیثش میگوید خدمت کردنی در حق پدر و در حق مادر چی مکافات دارد؟ رسول الله گفتند خدمت کردنی در حق پدر و مادر این بهتر است از ثواب نماز. نماز اینقدر ثوابی بی نهایت ثواب دارد که دیگر عدد او را ما و شما حساب کردن نمیتونیم. از ثواب نماز دیده احترام پدر و مادر چی هست؟ بالا هست. و صوم، یک ماه ما و شما روزه می‌داریم، زحمت ها دارد، مشقت ها دارد، لکن از ثواب همون ماه رمضانی که خداوند خود گفته است که من مکافات روزدارها را من خود داده میتونم، کسی مکافات اینها را داده نمیتواند، از حساب زیاد بودن ثواب، از ثواب همین روزه دیده خدمت پدر و مادر رسول اکرم بالا دانستند. گفتن این خدمتش چی است؟ این ثوابش بالاتر است. والحج والعمره، پیغمبر خدا گفت از ثواب نمازم زیاد است، از ثواب روزه هم زیاد است. و ببین شما چندین هزار دلار برای ادا کردن حج چکار میکنین؟ صرف میکنین. بازم این قدر مبلغی ما و شما رفتن، چقدر مشقت ها در اون موضع های مبارک ما و شما میکشیم. رسول الله گفتند خدمت پدر و مادر از ثواب حج دیده بالا هست. والعمره، حج عمره هم حج سنتی است، حج سنت است. در تمام سال انسان میتواند که حج عمره را به جا بیارد. حج عمره از حج فرضی با خیلی فرقیت ها دارد، یعنی خیلی سبک است، احکامش خیلی کردن حج عمره برای ما خیلی سبک است، زیرا یک طواف دارد و یک سعی بین صفا و مروه دارد و خلاص. از همان عمره هم دیده رسول اکرم گفتند چی است؟ ثواب خدمت کردن پدر و مادر بالاتر است. والجهاد فی سبیل الله، بین رسول الله گفتند از ثواب روزه، از ثواب نماز، از ثواب حج، از ثواب عمره و دیگر از ثواب جهادی که انسان در راه خدا برای حمایه وطنش، برای حمایه پیغمبرش، برای حمایه قرآنش در راه خدا با دشمنهای خدا می جنگد. یعنی دیگر نه فرزند،
نه خانه، نه اولاد، نه اجداد، نه مالی او دیگر یادی او نمیزند، مگر در راه خدا می جنگد.